خدای بزرگ که در آشپزخانه‌ام هستی و روی جلد قوس‌های مرا می‌خوانی. لطفاً کمی آن طرفتر. باید همه این ظرف‌ها را آب بکشم و همینطور که دارم با تو حرف می‌زنم به فکر غذای ظهر هم باشم. نه، کمک نمی‌خواهم. خودم هوای همه چیز را دارم. پذیرایی جارو می‌خواهد. غذا سر نمی‌رود. به تلفن‌ها هم خودم جواب می‌دهم. و گردگیری این خواب. یادت هست؟ اینجا کوچک بودم و تا هنوز خشمگین نبودی و من آرام بخش نمی‌خوردم. درست بعد از طعم توت فرنگی بود و خواب که تو اخم کردی به 13 سالگی ملافه و رویاهایم. ببخش بی پرده میگویم، اما تو به جیبهایم، کیف دستی کوچیکم و حتی صندوقچه قفل‌دار من چشم داشتی. ای خدای بزرگ که توی آشپزخانه هم نشسته ای. حالا یک زن کاملم. چیزی توی جیبهایم پنهان نمی کنم. کیفم روی میز باز مانده است. هر 8 ساعت یک آرام بخش می خورم و به دکترم قول دادم زیاد فکر نکنم. لطفاً پایت را بردار. می خواهم تی بکشم.